سلام دوستان عزیز، خوش آمدین یک بار دیگر در چینل خودتان، چینل درخشان. خوش آمدین. چینل خودتان است. سر از تیبل نواسیم شروع کردیم. امیدوارم خوشتان بید. در زیم لایو سابسکرایب فراموش نشه. جهان سپاس. امروز امشب یک میز چیندم دیگه، زیاد وقت نتونستم. اتاق مسافری است. خدا امیدوارم خوشتان بیاد دوستان. یک قابلی درست کردیم. اینجا قابلی است، سالاد یام دوغ نعنایی خیلی خوب دم پیالام دیگه دوغ بادرنگ جور کردیم. جای شما دوستا خالی با این نان گرم تازه خوشمزه. یم مشروم و قرمه مرغ است، گوشت مرغ است و مشروم است دیگه. امیدوارم خوشتون بیاد دوستا. در ضمن لایک سابسکرایب